بچه‌ها شما از این پشت حمله کنین دیگه. علی رضا برادر چیکار می‌کنی؟ هیچ برادر نقشه می‌ریزم اگه شنبه ایران و آمریکا توافق نکردن ما به چه جاده قدیم حمله کنیم. علی تا حالا هیچ شنبه اینقدر برام مهم نبوده علی. برا پس تو میری تو سایت برازرز، خب از همه‌شون اسکرین شات میگیری مرتب، اسکرین ریکورد همه چی مرتب. باشه حواس ها اگه اونا حمله کردن ما اینا رو سری پخش می‌کنیم تو اینترنت. علی رضا داری چیکار می‌کنی؟ اینا برا خود میبره پشت فرمون تانک حاضر میکنه. اوف اگه ایران و آمریکا توافق کنن با خاله الکسیس بریم ترقبه داستان. اوف دلال میزنیم. داداشان ما $2000 میخوام گرون شد بفروشم دیگه، قدمو زنگ نزن دیگه. برار آمریکا و ایران توافق کردن دلار شده 1000 تومن. داستان برار تو ضد آفتاب خوب وردی که آفتاب وگاس خیلی گرمه موسوزونه پوسته. برار جمونگ مختار جکی جان بروسی اعلام آمادگی کردن اگه آمریکا توافق کنه میزنیم خواهرش. دیدی چی با لباس میزمونی؟ هیچی برار دارم این پراید رو حاضر میکنم اگه ایران و آمریکا توافق کنن میخوام محافظش کنم برای فورد و موستان. برار جان بیشین تو رو زبانت کار کن که رفتم آمریکا اونجا داستان بازی و اینا دیگه لنگ نمانی دیگه. این فیلم هم میفرستم برای گزارشگر خوب اینتر پشمان. جمهوری اسلامی ایران اینجا رو برق نمیکشه، بیابونای ایران همش خاموشه و اجازه ساخت و ساز نمیده.